واسه زنگ بزنم بهش دوباره. الو ببین وایسادم چرا نمیای؟ ترسو من 1 ساعته بهت گفتم تو شاپ یکم. 1 ساعته بهت گفتم تو شاپ یک منتظرتم ترسو. الان میام شاپ یک. قطع کن. تو قطع کن بابا، قطع کن برای من خرابه، قطع نمیشه. شکلات بخرم یه 5-6 تا 5 تا شکلات خریدم. اینجا هم شاپ. نه اینجا شاپ نیست، اینجا شاپ. نقدی دادیم خریدیم. شما 5 عدد شکلات خریدید، دست درد نکن. شکلات هم پرتقال تو جیبم دارم. میلک شیک هم دارم. شکلات مرغ زنده یه دونه دارم. این چیه؟ باشه سعید. بازم تویی که سلام. نه عزیزم من دارم شکلاتمو میخورم. برو یکی اینجا به من گفته بیاش، ندیدی شما؟ عجب شکلاتیه. وایسه یه مرغ زنده دارم. آقا مرغ زنده میخوری؟ نه بعد کباب فانتا بخورم. چقدر خوشمزه. اینجوری حال نمیده که عجب پرتقال خفنی بود. چرا تأثیری نداره روم؟ قدیم تأثیر داشت. قدیم میخوای تأثیر داشته باشه؟ آره تأثیردار میخوام. خب بعد چند تا بخوری؟ واسه الان بهت میدم. یه ذره پرتقال این پرتقالش خرابه، قرمزه. نه پرتقال چی بهش میگن؟ دورنگه؟ نه یه چیز خوبی داشت. این آب انگوره. آب انگور نمیدونم، در جریان نیستم. آره آب انگور. شما چند تا پشت سر هم بزن. داداش 8 تا خوردم هیچیم نشد. این آب انگورش خراب. عجب آب انگور تشنه. وایس الان میشه باید بشی. داداش 8میه. تغییر نکرد. اشتباه. آب انگورش فاسد بود. آره فکر کنم. نمیدونم من اینو از وسایل انباری لسپیدی برداشته بودم. داداش این تاریخش گذشته بود، حالم بد شد. شما یه دونه بیاری بالا اوکی میشه. چرا اینجوری میدم؟ ای حالم بده. چیکار کردی با من؟ حالم خوب شد. دستت درد نکنه. چرا این سیسی شدی؟ داداش پیر شدم احساس میکنم. کمرم خم شد. میگم شما یکی نهید اینجا همش زنگم میزنه مزاحمت ایجاد. مزاحم شما میشه؟ آره داداش این آب انگوری که به ما دادی کمرمون خم شد. پیر شدم بذارم. نباید تاثیر داشته باشه. پسریاب منو آب انگور خرابت پیر کرد. صدا من پیر شد دیگه. خب دیگه داداش وقتی کمرم خم میشه صدا من باید پیر شه. پسرم راجع به یه گنجی میخواستم باید صحبت کنم. من خیلی پیرم، مثل شمشیرم. خود این پیرم. همگی بگید به سلام علیکم. چطوری آقا؟ میشه بریم یه جا دیگه نکشن زیرمون؟ نه کسی نمیکشه زیرمون پسریم. من راجع به یه گنجی میخوام صحبت کنم. من دیگه آخرام این گنج رو تو باید بیاری بیرون و استفاده کنی. آره پسریم. آره خونه آقا شجاست. بیا بریم بهت نشون بدم. نفسم بالا نمیاد. نفسیم بالا نمیاد. خیلی پیر شدم دیگه دارم میمیرم. بفرما بریم خونه آقا. یاد نگرفتی پیرمرد داد بشینه پشت فرمونی؟ یاد بگیر. باز کن درو. باز کن. باش بفرم. یا اتفاقا کلید خونه آقا شجاع هم دارم ها. من پسرم این گازی که ببخشید این رازی که بهت میگم رازیه که هیچ وقت تو این 10,000 سال به کسی نگفتم. شما چند سالته؟ 28 سال. چجوری 10,000 سال؟ نمیدونم. این گنج رو قایم کردم تو حیاتم. بکنم رو تحریمات ایران بسته شده سنه. نه عزیزم. نرخ ریال؟ نه هیچی. شما بفرما.
پسریم من دیگه آخرای عمرمه. این گنجو باید تو نجات بدی، بهت ما که بگیری. پول دوست داریم. آره پول، خیلی پول مانی مید اندازه سر تا بالات به طلا میدن پسرم. سر تا پام؟ بله سر تا پام زیاده ها. بله طلا میدن دیگه، 50-60 کیلو طلاه. خب خیلی بیشترم. خب باشه 100 کیلو طلا. نه 100 کیلو دیگه خیلی. آقا اصلا طلا نمیدن، خب چی میدم؟ الماس میدن. پسرم دایمن از باشه بحث داری دور میشی، به نزدیک خونه گنگم ببخش نزدیک خونه قدیمیم داری میشی، تو ساحل نیاکارا. اینو آب بزن بشه. بله رسیدیم پسرم. سمت راست بعد میرفتم. نه همینجاست پسرم. اینجا نبود. من خدا اینجا نبود. یه کاری پسرم. میخوای کنی. پسریم بیا، من پیر شدم نمیتوانم این تهی. اگه سمت آبه برم چیزی بیارم. نه پسرم، اینجا قایم کردم تا کسی دستش بهش نرسه پسرم. این گنج سالها تلاش منه، سالها خدمت های منه. همینجاست، بذار بیارمش بیرون. گنج رو در میارم. هنوز سر جاشه پسرم. بعد از من از این گنج مواظبت کن. یک مرغ زنده است. مگه مرغ چجوری تا الان اینجا زنده بوده؟ بله این گنج اجدادی ماست. فکر کنم داخل شکمش طلا. پسرم من دارم میمیرم. نفسم بالا نمیاد. میخوای برم امداد دریایی؟ یه سال برم امداد دریایی واسه کنم. از قول بده از گنجی که بهت دادم تا آخر عمرت مواظبت کنی پسرم. خونم پابش میگیرم. بله این خیلی گوشتش میارزه. الان کیلو 200,000 تومن شده فکر کنم. نه 80 تومنه. 80 تومنه؟ چی میگن 200 تومن شده بعد؟ خانم دیدی که مرغ 80 میگه 200 شده. بفهم. میخواستم برم امداد دریایی ها. پسرم خیلی خوشحالم که یک نفر پیدا کردم که میتونه جانشین فرمانده من، نه جانشین من باشه. بله پسرم. مگه شما چیه که جانشین فرمانده‌ات باشه؟ ببخشید پسرم، بنده از بچگی رانندگیم بد بود. سفیشین. رسیدیم. الان چجوری بیام اینجا بیرون؟ یه زنگ بزن امداد خودرو.